محترم متین از تحولات پنشیر میگفتین بسیاری علکه فکر دارن که پنشیر خلاص خود کرد. ما در رسانه ها میبینیم که مردم میگه که پنشیر سقوط کرده و پنشیر طالبا آمده. طالبا البته آمده تقریبا 12 کیلومتر در روی راه آمده، در روی راه 12 کیلومتر که من 3 روز پیش از جبهه آمدم یا آمدیم، ولی پنشیر 32 دره داره، 32 هر درش 20 کیلومتر 30 کیلومتر در درون دره باید راه میریم. مقاومتگرا به رهبری احمد مسعود و فرماندهان محلی جناب صالح ریگستانی، احمد زیا از قرارگاه تاواخ، از قرارگاه آبدره معاون بهلول بهیج و از قرارگاه رخه. ولی امید پر نمردگی است. نه امید هست گلایدر خیرخواه در تمام قرارگاه ها هستند، در تمام قرارگاه ها مقاومتگران هستند. بابا جلندر مثلا در خواک، امین الله قریشی در دشت ریوت و تمام قماندان ها موجود هستند. مقاومتگرا مقاومت میکنند و نو شروع شد، مقاومت نو شروع شده. بسیار بعضیا میگه که والای مقاومت از بین رفت. نه، روس‌ها 10 سال اونجا بودن، 50 حمله سنگین با سلاح‌های سنگین با توپخانه حمله کردند، ولی مقاومت احمد شاه مسعود نشکستند. که این احمد مسعود به امر خدا نو شروع کرده، یعنی شروع کار است. ما در شروع کار که پایان کار نیست. طالبان هر چی میگن که ما این کردیم اون کردیم، تبلیغات. اگر او راست میگن چرا اینترنت پنشیر قطع کردیم؟ اگر او راست میگن چرا، اگر اونا زورن راست میگن، در 3 حمله یا 4 حمله که کردن 3000 نفرشان از بین رفت و به گورستان و به جهنم. و اینها تقاضا از بادار کلان خود از پاکستانی‌ها کردند که هر شب تمام جهانیان میدونن که ما را 30 الی 40 طیاره بم افغان میاره بمبار میکنه. در پنشیر فعلا آب نیست، نان نیست، کودکان گرسنه هستند و شیر ندارن. اینها یه طالبا اگر مسلمان باشن رحمشون با اون کسایی که می جنگ مقاومتگرا، یعنی اونا به سر او رحم ندارند. کودکا چی گناه کرده؟ مردم اهالی چی گناه کرده؟ در آنوبه پنشیر روز چهارشنبه گذشته که امروز روز جمعه است، یعنی 3 روز پیش 8 نفرای عادی را تیرباران کردن. علت چی بوده؟ و در همین 3 روز، از روز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، در همین 3 روز، یعنی 8 سپتامبر، 9 سپتامبر، 10 سپتامبر، تقریبا 130 نفر از مردم اهالی بیگناه را یا تیرباران کردن که اونها نه سلاح دارن نه مقابلی ها جنگیدن. مردم اهالی، مردم آسایشتی که اونجا زندگی میکنه. گناه اونها چی است؟ پس ما نیت های اینها را فهمیدیم که اینها برای نسل کشی آمدین و اینها اسلام نیستن. قرآن به صراحت میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که به خدا ایمان آوردید چی میگویید و چی فعل میکنید؟ اینا در سر زبان لا اله الا الله هستند، در زیر زبان بی بی صنم جانن. اینا دروغن همش. همه اینها برای نسل کشی، برای از بین بردن فرهنگ تاجیک، زبان تاجیک، رسم و رواج تاجیک و نسل تاجیک اینا میخوان که از بین ببرن و به این چی خدا، به این هدف شوم خدا انشالله نمیرسن. سوال آخران محترم جنرال، احمد مسعود در جای آن قرار داره؟ احمد مسعود دلخور باشه. تمام ملت و تمام تاجیکا و تمام کسانی که حرکت یا جبهه مقاومت دوست داره، تاجیکا را دوست داره، مردم فارس زبان دوست داره و فارسن و عقل سلیم دارن، با همشون به اطلاع میرسونم که احمد مسعود الحمدلله جای امن است، هیچ جای نگرانی نیست. و صالح ریگستانی گفتن فرار کرده به تاجیکستان، دروغ است. صالح در خط مقدم جبهه است. من 3 روز شکین از پنشیر آمدم، یه حرفایی که مردم ما میزنن همه اینا دروغ، شای پرا افغانی و فریب است. یک چیز دیگر ببخشید جانم، همین خوب مردم میفهمیدن، با مردم او طرف میفهمونه که مردم تاجیکستان چگونه در شب روز. ما در رسانه ها میبینیم، ما تشکری خدا، سپاس و ممنونی خدا از تاجیکستان داریم میکنیم، چنانچه از مردم تاجیکستان که مردم تاجیکستان با ما یک خون و یک تن و یک گوشت و یک ریشه ایم.
ما از تمام یا سپاس و ممنون میکنیم، تشکر میکنیم، درود و سلام به همه ملت تاجیکستان میرسانیم و خصوصا به رهبر عالی قدر، رهبر مدبر، رهبر تاجیکای جهان جناب امام علی رحمان که بسیار 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 لطفای بیکران در حق ما کرد و بسیار بسیار در منبرهای سازمان ملل، در فاوندیشن های بیرونه صدای ملت، صدای خاموش تاجیک‌ها را به گوش همه جهانیان رسانید که در اینجا جنایت صورت گرفته. تمام ارگان‌های خارجی، تمام سفارت‌های خارجی و تمام جامعه جهانی در رأس یونایتد نیشن یعنی کمیساریای عالی سازمان ملل اصلا خاموشی اختیار کردیم و جناب تاکید کرد که این جهان اینا تروریستن، اینا تروریست پرورن، اینا القاعده را در دامن خود میپرورن و روزی میشه که جهان ناامن میشود. ما از جناب عالی، از دولت مردای تاجیکستان، از دولت تاجیکستان، از ملت تاجیکستان یک جهان سپاس ممنون، همیشه دوست داریم و خداوند همیشه در پناه خود داشته باشد. آبادی تاجیکستان، امنیت تاجیکستان امنیت ما هست. سلامت و سربلند و پیروز باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. جناب صاحب محترم، اکنون از تحولات پنشیر میگفتین بسیاری علاقه فکر دارن که پنشیر خلاص خود کرد. ما در رسانه ها میبینیم که مردم میگه که پنشیر سقوط کرده و پنشیر طالبا آمده. طالبا البته آمده تقریبا 12 کیلومتر در روی راه آمده، در روی راه 12 کیلومتر که من 3 روز پیش از اون جبهه آمدم یا آمدیم، ولی پنشیر 32 دره داره، 32 هر درش 20 کیلومتر 30 کیلومتر در درون دره باید راه میدیم. مقاومتگرا به رهبری احمد مسعود و فرماندهان محلی جناب صالح ریگستانی، احمد زیا از قرارگاه تاواخ، از قرارگاه آبدره معاون بهلول بهیج و از قرارگاه رخه. ولی امید پر نمردگی است. نه امید هست. گلایدر خیرخواه در تمام قرارگاه ها هستند، در تمام قرارگاه ها مقاومتگران هستند. بابا جلندر مثلا در خواک، امین الله قریشی در دشت ریوت و تمام قماندان ها موجود هستند. مقاومتگرا مقاومت میکنند و نو شروع شد، مقاومت نو شروع شده. بسیار بعضی ها میگه که والای مقاومت از بین رفت. نه، روسا 10 سال اونجا بودن، 50 حمله سنگین با سلاح‌های سنگین با توپخانه حمله کردند، ولی مقاومت احمد شاه مسعود نشکستند. که این احمد مسعود به امر خدا نو شروع کرده، یعنی شروع کار است. ما در شروع کار که پایان کار نیست. طالبان هر چی میگن که ما این کردیم اون کردیم، تبلیغات. اگر او راست میگن چرا اینترنت پنشیر قطع کردیم؟ اگر او راست میگن چرا، اگر اونا زورن راست میگن، در 3 حمله یا 4 حمله که کردن 3000 نفرشان از بین رفت و به گورستان و به جهنم. و اینها تقاضا از بادار کلان خود از پاکستانی‌ها کردند که هر شب تمام جهانیان میدونن که ما را 30 الی 40 طیاره بم افغان میاره بمبار میکنه. در پنشیر فعلا آب نیست، نان نیست، کودکان گرسنه هستند و شیر ندارن. اینها یه طالبا اگر مسلمان باشن، رحمشون با اون کسایی که می جنگ مقاومتگرا، یعنی اونا به سر او رحم ندارن. کودکا چی گناه کرده؟ مردم اهالی چی گناه کرده؟ در آنوبه پنشیر روز چهارشنبه گذشته که امروز روز جمعه است، یعنی 3 روز پیش 8 نفرای عادی را تیرباران کردن. علت چی بوده؟ و در همین 3 روز از روز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، در همین 3 روز یعنی 8 سپتامبر، 9 سپتامبر، 10 سپتامبر تقریبا 130 نفر از مردم اهالی بیگناه را یا تیرباران کردن که اونها نه سلاح دارن نه مقابلی یا جنگ دیدن. مردم اهالی، مردم آسایشتی که اونجا زندگی میکنند، گناه اونها چی است؟ پس ما نیت های اینها را فهمیدیم که اینها برای نسل کشی آمدین و اینها اسلام نیستند. قرآن به صراحت میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.